توجه اساسی رئیس جمهور در پیام امسالش اساساً به مسئله های تندرستی، برق، راه و مکتب و معارف بود. هرچند کارشناسان گفتند برخی از مسئله های به مثل مهاجرت و مشکل آنها زیاد از سوی پرزیدنت صدا نداد. این کم است. من فکر میکنم آیسته نکته از همه بحث برانگیز برآمد رئیس جمهور در نزد وکیلان با اطمینان صحبت کردن او از نبودن کووید 19 بود. هرچند تا این زمان هم برخی مقامات از غلبه بر کووید 19 صحبت کردند، ولی صدا دادن این حرف از زبان رئیس جمهور موضوع را جدی کرد. ما امروز شکرانه میکنیم که از آغاز ماه ینور در کشورمان عموما بیماری سرایتی کووید 19 از بین رفته است. یعنی تاجیکستان امروز به کووید 19 است. رئیس جمهور با وجود آنکه که از نبود کووید 19 در کشور صحبت کرد، ولی از ساکنان خواست قاعده‌های بهداشتی را رعایت کنند. متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند مقیاس گرفتاری و تلفات از کرونا ویروس نو به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی اعلان میکند. نکته مهم دیگری برآمد رئیس جمهور در نزد وکیلان انتقاد شدید او از نظام انرژتیکی کشور بود. امامعلی رحمان گفت برق در تاجیکستان بسنده است، اما تلفات از آن خیلی زیاده است. مشکل برق در تاجیکستان یک از کمبودهای اساسی گفته می شود که انتقادهای زیاد را در برابر حکومت به میان آورده است. هرچند مقامات هنوز سال 2017 گفته بودند که لیمیت برق مالی تعریق شده است، ولی سال گذشته در کشور دوباره لیمیت جاری شد. سال 2021 در میکاس سیاره از لحاظ تأمینات به آذوقه‌واری یکی از ساحه‌های وزین و حتی هلاکتبار در 100 سال اخیر می‌گردد. رئیس جمهوری تاجیکستان امسال نیز درباره ذخیره 2 ساله خوراکواری در هر عائله گفت و پیشنهاد کرد که کشاورزان در سال روان از اندازه یگانه برای زمین آزاد کرده شوند. در رابطه با مهاجران امامعلی رحمان زیاد تمرکز نکرد و تنها گفت امسال 80% مهاجران نتوانستند از کشور بیرون روند. رئیس جمهور از آن تفسیر کرد که این نفران در داخل کشور جای کار پیدا کردند، هرچند بسیاری از مهاجران از وضع بد اقتصادیشان شکایت دارند. کارشناسان میگویند 2.5 ساعت برآمد رئیس جمهور طولانی بود و نه همه واقعیت ها را فرا گرفت. موافق مقصد می بود که با برابری تاکید نمودن این حالت با امتیاز و شفافیت و رقابت سالم با مقصدی به وجود آوردن زمینه های حقوقی و مورد عمل قرار دادن قانون های تکمیل شده متوجه می شد. همه ساله رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به هر دو پلت پارلمانی کشور هدفهای کوتاه مدت و دراز مدت دولت تاجیکستان را شرح می دهد. نه همیشه این پیام ها بیانگر وضع واقعی دانسته می شوند و به گفته ساکنان نه همه نقشه هایی که در پیام اعلان می شوند به اجرا می رسند.